بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که همتان جور و صحتمند باشین. خب دوستان عزیز، در گزینه‌های قبلی که ما شما خواندیم اسپورت هیلینگ تولز و همچنان هیلینگ برش تولز به خاطر استفاده می‌شد اگر مثلا در کدام قسمت صورت و یا هم موارد دیگر از دیزاین ما شما لکه و یا همچین وجود داشته باشه توسط اسپورت هیلینگ تولز ما شما میتونید چک اونها را برطرف کنیم. خب درس امروز خود آغاز میکنیم از قسمت پچ تولز. پچ تولز وظیفه چیه دوستان عزیز؟ پچ تولز به خاطر استفاده میشه که ما شما بخوایم یک قسمتی از تصویر را از یک ساحه به ساحه دیگر چی کنیم جاگزین بکنیم. فرض مثلا ما یک تصویر که مرتبط به می است برای شما باز میکنم. خب این تصویر ما برای شما باز کردم. قبل از اینکه در این تصویر بریم ما شما یک فایل جدید برای شما باز میکنم و بنا به اون گفته که قبلا برای شما گفتم بعد از سایت هایی که ما چطور بتونیم که مثل دیور یک تصاویر رو دانلود بکنیم که کیفیت خوبتر داشته باشه و یا هم تصاویری که مثلا در گرافیک دیزاین ما شما استفاده میکنیم از اونجا دانلود بکنیم. خب دوستان عزیز، خود اینترنت و یا هم سایت های و یا هم براوزرهای مثل گوگل، فایرفوکس و همچنین موارد دیگر اینا مملو از دیتا هایی هست که ما شما در بخش گرافیک دیزاین داشته میکنیم استفاده میکنیم. ولی اگر ما شما به شکل مستقیم بریم از خود سایت گوگل بریم تصاویر دانلود کنیم، اونا کیفیتش مختلف است، پایین‌تر است و همچنان دیتا های مشخصی مورد نیاز خود ما شما دانلود کرده نمیتونیم. خب عموما این روز دیتا هایی که ما شما دانلود میکنیم و یا هم گرافیک دیزاین را عموما دانلود میکنن سایت هایی است مثل چی؟ خب مثل سری پیک است دوستان عزیز. سری پیک دوستان عزیز به خاطر چیز خودم شاید در سایت سری پیک وقتی شما در گوگل رو سرچ میکنین تمام لایبرری ها تمام تمپلیت های ساخته شده در نام خود ساخته شده مثل فتوشاپ، ای پی اس ذخیره میشه یا مثلا ای آی، تمام تمپلیت ها در این شما میتونید توسط چی کنین پیدا کنین. فرض مثال ما شما بریم سایت سری پیک اینجا باز میکنیم. این سایت چی است؟ سری پیک است. در سایت سری پیک شما میتونید از این تصاویر، تمپلیت ها و همچنین پوستر ها از این چی دانلود بکنید. خب در این قسمت که از دیتا ها من بدون عوض یکی به شکل رایگان است، یکی به شکل چی؟ به شکل باید پیمنت شود. فرض مثال ما شما یک پوستر میخوایم در مورد چی؟ در مورد ای آی. این سرچ میکنیم ای آی. خب شما میبینید که توسط دیولپرها و یا هم کسایی که در بخش گرافیک دیزاین فعالیت دارند در این قسمت آمده برای ما شما چی کردن؟ پوسترهای مختلف در این قسمت چی کردن؟ آپلود کردن. خب در این قسمت که از دو نوع پوستر هست. فرض مثال این پوستر ما میتونیم به شکل مستقیم چی کنیم؟ از این قسمت هر نوع فایل داره یا فایل ای آی شه و یا هم ای پی اس شه و همچنین جی پی جی شه ما چی کنیم؟ دانلود کنیم. خب این به شکل فری بود دوستان عزیز. و یک دیتای دیگر که برای شما نشان در این قسمت یک علامه کلاه مانند یا هم تاج مانند در قسمت است، این ما دانلود کردن نمیتونیم چون این چی است؟ پریمیوم ضرورت داره، یعنی ما باید پیمنت بکنیم میره چی کنیم؟ دانلود بکنیم. خب از سایت سری پیک عموما شما به خاطر چی استفاده میکنید؟ به خاطر ایده سازی. فرض مثال شما یک کسی برای شما درخواست داده میگه که برای ما یک چی بساز، یک لوگوی چی بساز، لوگوی عموما در روی بازار مثلا عموما یک بخش کاربرد زیاد داره. فرض مثلا میگه برای ما یک لوگوی فوتبال بساز، تو میای از این قسمت جستجو میکنی یک ایده میگیره از این قسمت. فرض مثال فوتبال، یک مقدار انگلیسی هم یک مقدار ضعیف‌تر است. فوتبال لوگو. خب شما یک قسمت می‌بینید که لوگوهای آماده شده در قسمت وجود داره. شما از این ایده میگیرین و مطابق همین توسط برنامه فتوشاپ و یا هم سایر برنامه‌های گرافیک دیزاین چی میکنین؟ دیزاین و ترتیب میکنین. و همچنین سایر موارد از فرض مثال شما میتونید که اگر یک پوستر کسی به خاطر چی باشه، به خاطر ایدی مثلا یک شرکت است به خاطر که عید مبارکی یک پوستر میخواید شما برای دیزاین میکنید، شما از اینجا چی میگیرید؟ ایده میگیرید و یا هم پوستر آماده شده برای خودت چی میکنید از اینجا دانلود میکنید. مثلا فرض مثال نوشته عید مبارک. شما من اینجا قسمت این پوستر هایی است به شکل آماده شده، این من از این قسمت دانلود میکنین. بعد مثلا ما فایل ای پی اس و یا هم فایل فتوشاپ شده خود چی میکنیم؟ دانلود میکنیم. خب این فایل چیزی باشه برای ما؟ فایل ای پی اس و یا فایل ای آی برای ما چی شد؟ باشه. این ما باز میکنیم میبینیم که فایل های باشه برای ما شما دانلود شده و ما شما میتونیم تغییرات مختلف بالای چی کنیم انجام بدیم. خب ای آی یک مقدار بهتر باز میشه، دنبال یک موضوع دیگه میریم. خب این بود از سایت چی؟ سایت سری پیک. شما کوشش بکنید از سایت سری پیک فقط به خاطر چی استفاده بکنید؟ فقط به خاطر ایده‌گیری و یا هم نمونه شما از اونجا دانلود کردید. و همچنین فرض مثال شما آمدید یک مقدار مهارت شما در قسمت گرافیک دیزاین بالاتر رفت،
شما میین فرض مثال یک پوستر خود شما دیزاین میکنین. یک پوستر ما برای شما نشان میدم، فرض مثال از پارتن آزاد افغانستان. پوستر فرض مثال یعنی پوستر شما نگاه کنین. یعنی پوستر فرض مثال این پوستر که ما خودیم دیزاین کردیم را، یعنی دیتایش این تصویر از یک جای گرفته شده، این تصویر از جای دیگر. خب این تصاویر اگر ما گوگل بریم به این اندازه فایل بزرگ و یا همین اندازه فایل که شفاف باشه با کیفیت باشه ما گوگل دانلود کردن میتونیم. باید از کدام سایت ها؟ از سایت هایی که برای شما میگم از اونجا باید چی کنین؟ دانلود کنین. فرض مثال یک سایت دارم به نام پینترست است. پینترست است و همچنین انس فلش. خب پینترست و چی؟ انس فلش. یک سایت دیگه هم از نام چی؟ پیکسل. خب اگر در این قسمت ما اسپلش اشتباه کرده باشم مشکل نیست. در این قسمت برای شما نشان میدم در خود سایت های گوگل. خب یکی پینترست است. من به شما ببینید ما از این سایت ها همیشه استفاده میکنیم. یکی انس فلش است. انس فلش و همچنان پینترست سایت هایی است که تصاویر بسیار با کیفیت در این قسمت میشه توسط فوتوگرافرها آپلود میشه. خب این سایت انس فلش است. فرض مثال ما نوشته میکنیم استودیو. ما یک پوستر فرض مثال میسازم مثل چی واره اینجا مثلا یک پوستر میسازم میره فایل پاک میکنم میرم از قسمت چی دانلود میکنم یک تصویر. فرض مثال به خاطر بورسیه ها یک بورسیه ما میخوایم پوستر بسازیم از قسمت میریم عکس یک تا شاگرد. خب از این قسمت تنظیمات مختلف داره. شما میین از قسمت لیسانس و فریش شما چی میکنین انتخاب میکنین. اگر فریش ما شما انتخاب نکنیم وقتی ما شما بریم دانلود بکنیم فایل های که دارای واترمارک است و بر ما شما چی میشه دانلود میشه. فرض مثال این تصویر ما چی میکنیم دانلود میکنیم مستقیم بر شما چی میشه به شکل فری بر شما دانلود میشه. خب این تصویر برای شما دانلود شد و به نمو خود برنامه افتشار خود ما شما چی میکنیم باز میکنیم و مثل دیوار شما میتونید چی کنید میره استفاده کنید. خب از سایت انستراس به خاطر دانلود کردن تصاویر با کیفیت شما چی میکنید استفاده میکنید. و همچنین یک سایت دیگه است به نام چی سایت پینترست است. پینترست عموما اکثر گرافیک دیزاینرها از این سایت چی میکنن استفاده میکنن. فرض مثال پیشتر ما یک پوستر رو ساختیم پوستر ایدی بود ما این نوشته کرده بودم عید مبارک. همین عید مبارک نوشته کرده بودم. خب در این قسمت ها بود. فرض مثال شما این تصویر اگه برای شما نشان بدم این تصویر شما ببینید که از اون سایت پینترست ما سه تا تصویر دانلود کردیم. یکی این تصویر حرمین است یا مسجد است و همچنین یک تصویر عید مبارک است و یک تصویر یک قسمت بالا وجود داره. ما از این سایت چی سایت این سایت در نام چی پینترست ما از این چی کردیم دانلود کردیم. شما تصاویر مختلف از این قسمت شما میتونید چی کنید دانلود کنید. تصاویر هر تصاویری که مرتبط با پوستر شما باشه در قسمت سرچ می‌زنید و اون رو چی می‌کنید دانلود می‌کنید. و نگفتن نمونه یک سایت بسیار مهم دیگه که در قسمت گرافیک دیزاین بسیار رول داره و اکثر کسایی که در قسمت صنعت چاپ و یا هم مطبعه ها کار میکنن اونا از سایت چی میکنن استفاده میکنن. یک سایت است به نام چی به نام پنگوین. سایت به نام چی است پنگوین. شما برید در قسمت سرچ و پنگوین چی میکنین این سایت است. ما اینجا پنگوین بگمان اشتباه نشه به نام پنگوین است. شما دی خصوصیت از چی خوبی ها داره مثلا این سایت به خاطر خوب است که تصاویر بدون بک‌گراند برای ما شما چی میکنه جنریت میکنه. فرض مثال ما یک تصویر کار داریم مثلا نوشته کنیم استودیو بیشتر استودیو نوشته کنیم اینجا که اسپلش ما اشتباه باشه کار نمیکنه. خب حالا یک تا عکس از این قسمت ما دانلود میکنیم و یک تا عکس از سایت های دیگه هم دانلود میکنیم. فرض مثال اینمی نفر ما عکس چی میکنیم دانلود میکنیم. خب طریق دانلود چی است؟ بالاش کلیک میکنین در این قسمت یک تا
پازل بر شما میره، به خاطر اینکه شما ربات نباشید به شکل اتومات تصاویر از سایت باید دانلود نشه، میگه که این پازل باید برش حل بکنید. و زمان برای شما چی میکنم؟ عکس را دانلود میکنه. یکی میگه زید انتخاب کو و همچنان سوالیه و همچنان کیو و عدد 8. خب بیر اشتباه گرفت پی 7 ای. خب این سایت باید سر باشه. خب این کار نه دوست عزیز، یعنی پادر شما حل بکنید بازی سایت بر شما باز میشه. تفاوت دیگه است دوست عزیز، اینجا ما فایلش که ما قبلا دانلود کردیم برای شما نشان دادم، تصاویر بدون بک‌گراند برای ما شما چی میکنه؟ دانلود میکنه. فرض مثال این تصویر اگه شما میبینید، این تصویری است که بک‌گراند نداره و همچنین این تصویری که است دارای چی است؟ دارای بک‌گراند. تفاوت چی است؟ فرض مثال ما میایم در خود برنامه فتوشاپ یک بک‌گراند اینجا انتخاب میکنیم که تفاوت بین ما شما چی شود؟ کامل نشه. خب حال بک‌گراند دار و بدون بک‌گراند ما برای شما این تفاوت چی میکنم؟ نشان میدم. خب این تصویر شما ببینید دوست عزیز یک سایت دیگه برای ما چی شده؟ دانلود شده. و وقتی که از سایت پینگوین ما شما دانلود بکنیم این تک فایل برای ما شما چی میکنه؟ دانلود میشه که بک‌گراند و کلی نداره. یک تا عکس رو که ما برای شما بیارم، فرض مثال این تصاویر که است، این تصاویر شما ببینید این بک‌گراند نداره به شکل عموم. این سایت پینگوین ما شما چی میکنیم؟ انتخاب میکنیم و یا هم دانلود میکنیم. خب بر علاوه از ما شما میتونید توسط خود برنامه فتوشاپ هم اینمی بک‌گراند از زیر ما شما چی کنیم؟ حذف بکنیم. ولی بعد از تصاویر که کیفیت بالا داره و یا هم مثلا کار باش ما آسان میکنه، ما شما میتونیم که از سایت پیمنت چی کنیم؟ دانلود کنیم. خب در کل دوست عزیز 3 تا سایت 4 تا سایت ما برای شما معرفی کردم. یکی فری پیک بود، یکی ان اسپلش و همچنین پینترست و همچنین پینگوین. یعنی 4 سایت است که بسیار کاربرد بسیار زیاد داره و همچنین سایت های مثل دیگه مثل پیکسل است و هم سایر سایت های دیگه هم هست شما میتونید از اونها چی کنید؟ استفاده کنید. خب دوستان عزیز جلسه خود از یک قسمت آغاز میکنیم. این تصویری که برای شما باز کردم از سایت پینترست دانلود شده. قسمت پشتوز به خاطر چی استفاده میشه؟ پشتوز به خاطر استفاده میشه که ما یک ساحه تصویر خود رو بگیریم و ساحات دیگر چی کنیم؟ استفاده بکنیم. فرض مثلا این دیتای ما شما اینمی تصویر میخوایم که در قسمت جای دیگر هم ما شما چی کنیم؟ استفاده کنیم. خب این به دو حالت داره، یک به حالت سورس داره، یک به حالت چی؟ دستینیشن داره. سورس دستینیشن باشه چی تفاوت داره؟ وقتی که ما شما اگر سورس دستینیشن تغییر بدیم به این معنی میشه که تصویر ما شما از این ساحه بگیره و ساحه دیگر چی کنه؟ استفاده بکنه. شما می‌بینید که انمی یک شخص که اینجا بود، کپی انمی بدون تفاوت مکانی و یا هم اطراف از دو ساحه دیگر چی شد؟ استفاده شد. شما میتونید که یک ساحه تصویر خود کپیش به ساحات مختلف دیگر چی کنید؟ توسط از یک گزینه استفاده. خب در قسمت سلکشنش هست. ما شما قبلا هم به شما تشریح کردیم گفتیم که میتونیم در این حال چندین تا داشته باشیم و هم ساحات مختلف توسط سلکشن خود از بین ببریم و همچنین ساحه مشخصی از سلکشن خود ما شما چی کنیم؟ انتخاب بکنیم. حالت کانتینر و همچنین حالت نرمال. حالت کانتینر به چه معنی است؟ وقتی ما شما این قسمت انتخاب میکنیم کانتینرش ما به شکل سورس دستینیشن قبلا ما شما انتخاب کرده بودیم ولی ما شما چی میکنه؟ تغییرات میاره. میاد از ساحات ما شما میخوایم اون هر بالای ساحه‌ای که ما قبلا انتخاب کردیم تغییرات. خب این عموما به خاطر چی استفاده میشه؟ وظیفه پاش تولز مثل اسپورت هیلینگ تولز است. اسپورت هیلینگ تولز به خاطر چی استفاده میشه؟ ما میامدیم چی میکنیم؟ تصاویر خود را یک ساحه رو میگرفتیم چی میکنیم؟ اگر لکه داشت و یا هم خال داشت و یا هم چین و چروک داشت توسط از ما میتونیم رو چی کنیم؟ پاک بکنیم. وظیفه پاش تولز هم تقریبا اون مطور یک چیز است. ما شما میایم از تصویر خود و یا هم از اون پروژه خود یک ساحه مشخص زیر چی میکنیم؟ گرفته با ساحات دیگر چی میکنیم؟ منتقل میکنیم و یا هم پاک سازی. خب گزینه دوم چی است؟ گزینه دوم هم کانتنت ایور مفتولز است. کانتنت ایور مفتولز هم به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه که ما شما یک ساحه تصویر خود را چی کنیم؟ ما قبلا هم پیشتر هم یک گزینه از این قسمت باش ما چی کنیم؟ استفاده کنیم. توسط از ما شما میتونیم که دیتای خود از یک ساحه با ساحه دیگر چی کنیم؟ کاملا انتقال بدیم. خب شما میتونید که این تصویر خود از یک ساحه با ساحه دیگر چی کنیم؟ به شکل مستقیم و همچنین بدون تغییرات انتقال بدیم. شما میبینید که ساحهش چی میشه؟ به شکل اتومات خالی میشه. یک چیزی مانند در قسمت زوم نمیشه.
خب این هم دو گونه داره دوستان عزیز، یک اکستند است و یکیش هم موو است. موو و اکستند چی میکنه؟ حال تفاوتش برای شما ما چی میکنیم مشخص میکنیم. کنترل دی پیشتر که بود موو بود، برای فعلا ما چی میکنیم اکستند میکنیم. اکستند میکنیم میریم این قسمت شما میبینید وقتی اوکی میذاریم بدون هیچ تغییرات. او تصویر قبلی خود وجود داره و همچنین کپی تو در سایر شده انتقال پیدا کنه، مثل گزینه چه گزینه پشتوست. خب این استراکچرش است میگه چهار اطراف به چه اندازه خمیدگی و یا هم مثل چیوار داشته باشه و همچنان کالرش از چقدر کالر چهار طرف خود اندازهشو بگیره. عموما استراکچر به اندازه یک موش استفاده میکنه و هم کالر چی صفر استفاده میکنه. خب گزینه بعدی دوست از گزینه بعدی که هست رید ایتولز است. رید ایتولز به این بزرگی خود در قسمت مینو ها آمده، به خاطر چیز استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه که زمانی مثلا ما یک عکس میگیریم توسط کامera، فلش کامera عموما در هنگام شوک است یک علامت سرخ در قسمت چشم برای ما میکنه به وجود میاره. خب انمی آپشن و یا هم انمی تولز به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه که اونمو سرخی چشم برای ما کنه از بین ببره. ما یک تصویر برای دانلود کرده بودم. خب در شما میبینید که این قسمت چشم از کسی است، علامت سرخی لنز و یا هم اون ماشه چی آمده؟ فلش کامera آمده. خب انمی رید ای تولز که است عموما به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر از بین بردن اون سرخی قسمت چشم چی میشه استفاده. شما میبینید که تصویر چشم بسیار به شکل عادی و نرمال، فقط از علامت سرخ چشم شد از بین برده شد. فقط کاربرد از بین این حالت است. شما میتونید توسط از این اون چیز از بین ببرید، اون سرخی چشم که توسط لنز کامera برای شما به وجود آمده. یک کاربرد بسیار خاص از نداره. خب این بود از قسمت اسپورت هرینگ تولز ها و همچنان گزینه بعدی دوست عزیز چی است؟ برش تولز ها. برش تولز ها به خاطر چی استفاده میشه؟ برش تولز ها عموما به خاطر ایدیت کردن و یا هم به خاطر رنگ مالی و یا هم به خاطر چی؟ به خاطر برش سازی تصاویر ما چی میکنیم استفاده میکنیم. ما قبلا هم یک تصویر برای شما یک برش سازی انجام داده بودیم. این فایل اگه برای شما باز کرده باشم، برش کلمه فارسیش هم اگر ما شما بگوییم فکر کنیم اون برس میگه، برس که عموما ما شما توسط چی میکنیم رنگ مالی میکنیم. خب به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه که ساحات مختلف از تصاویر خود ما شما چی کنیم رنگ سازی و یا رنگ مالی میکنیم. فرض مثال ما قبلا هم برای شما گفته بودیم ای دراپر به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر جنریت کردن رنگ از خود تصویر. ما میخوایم که این یک برش داشته باشیم در قسمت بالای تصویر. خب برش خود انتخاب میکنیم، یک مقدار ساید برش شما میتونید که از این قسمت هم چی کنین تنظیم بکنیم به چه اندازه باشه و همچنان همون کلیدی که کلید شارکت قبلا هم برای شما گفته بودم از اون طریق هم شما میتونید که میزان و یا هم سایز برش خود و بزرگ بسازید. خب یک کنترل زد میذاریم. از این قسمت شما میتونید که این نوعیت برش خود شما تعیین بکنید که به شکل لبه‌دار باشه و یا هم اج دار باشه و همچنان موارد مختلف شما میتونید که از این قسمت چکنین نوعیت برش خود شما چکنین انتخاب بکنید. و همچنان در این قسمت نوعیتش هست چندین نوعیت داره. شما نوعیت نرمالش انتخاب میکنید و اوپاسیتیش باشه اندازه باشه. اوپاسیتی دو تا از چی است؟ کسایی که اگه انگلیسیش یک مقدار خوبتر باشه، اوپاسیتی میزان قابل نمایش برای شما میگه. فرض مثال ما در یک قسمت میاریم یک تا شیر انتخاب میکنیم تا شیب برای شما رسم میکنه. یک شیب رسم میکنم اوپاسیتی ازی برای فعلا چی است؟ اندازه ستر است، یعنی از زیر ازی دیگر لایه ها برای ما مقابل دید نیست. در یک قسمت شما میبینید چی است؟ اوپاسیتی. وقتی که ما اوپاسیتی انمی شیب ما پایین بریم و مو اندازه شفافیت و یا هم قابل نمایش از لایه پایینی ما چی میشه بیشتر میشه. شما میبینید که به هر جایی که ما اندازهش قرار بدیم مثل یک شیشه نور از اون میگذره و اشیاء زیر ازی و یا هم لایرهای پایین‌تر ازی برای ما قابل چی میشه قابل نمایان میشه. خب در قسمت هم وقتی ما اوپاسیتی انتخاب میکنیم، فرض مثال ما دیگه انجام دادم برای فعلا که است فلو و یا هم جریان چهار اطراف ایجی یعنی برش ما 67 یعنی 100 است. ما میایم کنترل زد و فلو ادامه چی بندای 100 جریانات چهار اطراف شد و همچنین اسموتش هم یک مقدار جاتر میکنیم و اوپاسیتی زیر ما میایم چی بکنیم یک مقدار پایین‌تر میکنیم. اوپاسیتیش که ما پایین‌تر بکنیم به هر اندازه که ما ایراد چی کنیم برش سازی بکنیم اما اشیایی که در قسمت پایین نشسته یک مقدار بعد ما چی است قابل دید میشه. خب کاربرد برش به خاطر چی بود؟ به خاطر رنگ مالی و یا هم هنگام رنگ سازی تصاویر ما مورد استفاده قرار میگیره. اوپاسیتی ما میاریم مقدار چی میکنیم 100 میسازیم و ساعت مختلف از تصاویر خود ما میتونیم چی کنیم برش بسازیم. گزینه دوم که از گزینه دوم پنسل تولز است. پنسل تولز هم مثل چی است؟ مثل برش تولز ما شما ولی با یک مقدار شیب چی میکنه برای ما شما متفاوت است. یک کاربرد خاص نداره خود پنسل تولز و همچنان کالر ریپلیسمنت است. کالر ریپلیسمنت به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر تغییر دادن رنگ ها مورد استفاده قرار میگیره. فرض مثال ما شما یک تصویر باز بکنیم
که رنگ از دوست هر ما شما میتونیم به شکل کامل چه کنیم تغییر بدیم. خب ما یک تا تصویر این تصویر با شما باز میکنیم. فرض مثال خب از کالر ریپلیسمنت شما میتونید که موارد مختلف مثل چه تغییر دادن رنگ میوه‌جات، فرض مثال تغییر دادن رنگ لباس، رنگ خود موتور و یا هم موارد مختلف ما شما از کالر ریپلیسمنت ما شما چه میکنیم استفاده میکنیم. فرض مثال در این قسمت ما میخوایم که رنگ زی عموما برای فعلا رنگ سبز انتخاب کردیم. ما شما میتونید توسط زی چه بکنیم رنگ اینمی سیب خود به شکل کامل تغییر بدیم. خب در این قسمت باید ما شما چه بکنیم توجه بکنیم که چهار اطرافش به شکل دقیق چه کنیم برش سازی بسازیم. خب مثل واری و همچنان میریم یک رو زنگ میزنیم. در این قسمت فرض مثال ما شما رنگ چیل انتخاب میکنیم. مثل واری شما میتونید که رنگ کامل یک ساحه را چه کنیم تغییر کنیم. خب شما کوشش بکنید که در قسمت تغییر رنگ شما چه کنید دقیق کار کنید. فرض مثال یک مقدار تصویر خود نزدیکتر میکنید و سایز برش خود چه میکنید کوچکتر میکنید تا ساحات اضافه تر از چی نشود رنگ سازی و یا رنگ مالی صورت نگیرد. خب این خب دوستان عزیز گزینه بعدی که از گزینه چی است کالر میکسر است. کالر میکسر به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر میکس سازی و یا هم میکس کردن دو کالر بین ما شما چی میشه استفاده میشه. فرض مثال ما در اینجا این یک تا دیتال داریم و همچنان این رنگ شما به این رنگ چی میکنیم تبدیل میکنیم. خب در قسمت دی کالر میکسر ما شما توسط میتونیم که این رنگ خود بین از اونها چی کنیم میکس بسازیم و این دو رنگ با هم دیگر یک جا میکس بسازیم. خب عموما به خاطر چی استفاده میشه دوستان ما در بدیل از ما شما میتونیم که از چی استفاده کنیم. فرض مثال یک شیب ما در قسمت قرار دادیم یکی از طریق کالر میکسر ما شما میتونیم میره انجام بدیم و همچنین یکی از این طریق در قسمت کالرینگش و در قسمت گریدین میریم. در قسمت شما میتونید که دو تا رنگ با هم دیگر بسیار چی میکس داشته باشید. اگر دو رنگ میتونید فرض مثال و همچنین سه رنگ شما میتونید هر رنگ های شما میتونید از این طریق میتونید که رنگ ها با هم دیگر چی کنید میکس کنید. خب این کالر میکسر بود میکسر برش درست بود ما شما توسط میتونیم که رنگ ها با هم دیگر چی کنید میکس بکنید. خب در گزینه بعدی ما شما رسیدیم دوستان عزیز. گزینه بعدی که از کالم استمپ تولز است. کالم استمپ تولز تقریبا کار چی میکنه دوستان عزیز؟ کار اسپورت هیلینگ تولز برای ما شما میکنه. فرض مثال ما شما یک تصویر باز میکنیم یعنی تصویر ما شما چی میکنیم باز میکنیم. فرض مثال خب کالم استمپ تولز که به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه که از یک ساحه تصویر برای ما شما کپی میگیره و ساحات مختلف تصویر برای ما شما چی میکنه پیست میکنه. فرض مثال در این قسمت ما شما میایم یک مقدار سایز برش خود ما شما خودتر میسازیم میایم با گزینه آلت شما فشار ده میگیرین از این قسمت کپی میگیرین و به ساحات مختلف تصویر خود شما چه میکنید پیست میکنید. یک کنترل زد میزنیم دوباره میایم در قسمت اسپورت هیلینگ تولز دقیقاً این کار برای ما شما چه میکنه انجام میده. و همچنان گزینه دومش که دوستان گزینه دوم چه پترن استمپ تولز است. پترن به خاطر چی استفاده میشه؟ اونمو نوعیتی که از این قسمت از قبل تصاویر ساخته شده اونمو شکل برای ما شما به جای که از ساحات دیگری تصویر برای ما شما کافی بگیره از اون ساحه و همو تصویر و یا پترن برای ما شما انتخاب میکنه و ساحات مختلف تصویر ما شما چه میکنه پیست میکنه. خب ما بریم این کار برای ما شما چه بکنه انتخاب میکنه. خب تفاوتش با کالم استمپ تولز است. کالم استمپ تولز ما فرض مثال از این قسمت به شکل منولی ما شما کپی میگرفتیم و ساحاتی که ضرورت بود ما شما چه میکردیم ساحات بقیه ساحات تصویر ما شما از اون قسمت کپی گرفته بالای دیگرش پیست میکردیم. و همچنان در قسمت پترن استمپ تولز چیکار میکنه؟ پترن هایی که قبلا توسط خود کمپانی ادوبی در قسمت اد شده اونها رو برای ما شما چه میکنه ساحات مختلف تصویر ما شما پیست میکنه. خب این کاربرد بسیار خاصی نداره دوستان عزیز. شما توسط کالم استمپ تولز هم میتونید که لکه ها و سلسله تصاویر را شما میتونید چه کنید اصلاح کنید. خب هیستوری برش تولز هیستوری برش تولز به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه که وقتی که ما شما بالای تصاویر خود افکت های ایجاد کرده باشیم و همچنان برش هایی را انجام داده باشیم توسط هیستوری برش تولز ما چه میتونیم اونها رو کلیش پاس کرده میتونیم. فرض مثال ما میایم از قسمت برش تولز یک مقدار تصاویر خودش میکنیم برش میسازیم و همچنان یک مقدار کالرش ما شما تغییرات میاریم به قسمت
و همچنان از قسمت کالم پرتر سنتورز ما شما یک مقدار پترن در قسمت ما شما چی میکنیم ترسیم میکنیم و هیستوری برش تورز ما شما میآید اون مواردی که ما شما نخواسته باشیم اون موارد برای ما شما چی میکنه برش میکنه و یا پاک میکنه. یعنی تصویر ما شما چی میکنه پاک نمیکنه، فقط اون برش هایی که بالای انجام شده و همچنین افکت هایی که بالای تصویر سر گرفته اونها رو برای ما شما چی میکنه پاک میکنه. خب آرت هیستوری برش تورز به خاطر استفاده شده تصاویر ما شما رو به شکل چی میکنه به شکل نقاشی و یا هم دیگرگون میسازه. خب اینا که از دوستان عزیز خود هیستوری برش تورز برای ما شما یک کاربرد خاص نداره. فرض مثال به جای هیستوری برش تورز ما شما میتونیم کارهای مثل چی انجام بدیم. فرض مثال ما میایم یک تصویر از اول باز میکنیم، یک قسمت ما شما تصویر باز کردیم و همچنان میایم یک مقدار تغییرات بالای میاریم از قسمت فرض مثال کالم تولز. توسط هیستوری برش تورز ما شما میایم چی میکنیم یک مقدار سایز ما شما چی کنیم پاک میکنیم. خب در غیر صورت ما شما چطور کار کردیم میتونیم فرض مثال ما شما میریم پترن استم تولز خود ما شما انتخاب میکنیم، توسط کنترل زد ما شما میتونیم که ساعت مختلفی کارهای انجام داده خود ما شما چی کنیم پاک کنیم. ولی تفاوتش با هیستوری برش تورز چی است؟ با هیستوری برش تورز چی است که ما شما ساعت مورد دلخواه خود ما شما میتونیم چی کنیم پاک کنیم. فرض مثال در یک قسمت هم است، در یک قسمت هم است، در یک قسمت هم است. اگر توسط کنترل زد ما شما بریم انتخاب کنیم اما مرتبه با مرتبه که برای ما شما ثبت شده و کار شده اونم رو برای ما شما چی میکنم مطابق اونم برای ما شما پاک میکنم. ولی در قسمت هیستوری برش تورز هر جایی که ما شما خواسته باشیم اونم قسمت برشینگ خود را با هم افکت بالای تصویر خود آوردیم اونم رو ما شما چی کنیم پاک. خب گزینه بعدی که از یا تولز بعدی که از دوستان عزیز اریسر تولز است. اریسر طور که از نامش معلوم است دوستان عزیز اریسر به خاطر چی است؟ به خاطر پاک کردن است. پاک کردن چی است؟ که ما شما میتونیم که تصاویر خود را و یا هم الیمنت هایی که در روی پروژه ما شما کار میکنیم برای ما شما چی کنیم با کلی پاک کنیم. فرض مثال ما یک نمونه رو برای شما نشان میدم. یعنی تصویر شما ببینید دوستان عزیز یک تصویر است که در بالای این یک بک‌گراند قرار گرفته و چهار اطراف از توسط به اریسر چه شده پاک شده. چه قسم پاک شده؟ فرض مثال این خودش بود. فرض مثال یک فایل ما برای شما باز میکنیم، این فایل ما شما است و همچنین یک تصویر ما شما میاریم یک قسمت این تصویر که در اونجا استفاده شده در قسمت. خب ما در جلسات اول برای شما گفتم تصاویری که عموما ما شما وارد برنامه فتوشاپ میکنین از قسمت دیرها عموما اول تبدیل به چی میکنین؟ به کانورت تو اسمارت آبجکت که تصویر ما شما وقتی که بالایش تغییرات میاریم کیفیت خود از دست نداره به هر اندازه که بزرگ میشه به همون اندازه پیکسل هاش هم چی شوه افزایش پیدا کنه. خب زمانی که ما شما بیایم این بالایش تغییرات بیاریم یا برش بسازیم و یا هم اریسر بسازیم ما شما ضرورت است که ما شما چی کنیم رستورایز لیار کنیم، یعنی به حالت بیاریم که ما شما بتونیم بالایش تغییرات بیاریم. توسط اریسر خود انتخاب میکنیم، اریسر خود یک مقدار سایز چی میکنیم بزرگتر. خب در قسمت بالا که است ما شما تنظیمات اداره داریم، فلوش به چه اندازه باشه، اوپسیتیش به چه اندازه باشه. اوپسیتیش ما پیشتر هم برای شما گفتم قابلیت نمایش است که به چه اندازه قابل نمایش باشه و همچنین فلو یعنی چهار اطراف به چه اندازه خمیدگی داشته باشه، یعنی ایجش به چه اندازه باشه. از این قسمت شما چی میکنید را اسموچ به چه اندازه باشه شما رو تنظیم میکنید. خب شما من کاربرد اریسر در این قسمت هست. یکی این موارد و همچنین موارد دیگه. فرض مثال یک تصویر ما برای شما نشان بدم در قسمت خب این تصویر شما می‌بینید در قسمت پایینش که از خود این تصویر در بالا قرار گرفته و این موردش چه شده توسط برش برای ما شما برش سازی شده. ما این فایل رو باز میکنیم. شما می‌بینید که تصویر در آخر این تصویر کامل بوده و توسط برش آمده قسمت پایین ازش شده و رستورالیا شده و قسمت پایین ازش شده یک مقدار برش سازی شده یا از بین برده شده پاک شده. خب این اریسر که از اونم کاربرد خود پنسل پاک داره دوستان عزیز که ما شما وقتی کتابچه نوشته میکنیم توسط پنسل پاک موارد مختلف از ما شما چی میکنیم پاک میکنیم. خب گزینه بعدی که از بک‌گراند اریسر تولز است. بک‌گراند اریسر تولز به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر پاک کردن بک‌گراند تصاویر ما شما استفاده میشه. خب به خاطر پاک کردن بک‌گراند تصاویر امی خودی پاک کردن بک‌گراند تصاویر که از دوستان عزیز کاربرد بسیار بزرگ داره. فرض مثال ما قبلا هم برای شما تشریح کردیم که دوباره این تصویر خود ما شما باز میکنیم. خب کاربرد از اول برای شما تشریح میکنیم و زمان میگیم که در موارد مختلف ما شما میتونید بک‌گراند تصاویر خود ما شما چی کنیم پاک بکنیم. خب از این قسمت ما شما میایم
خب یک مقدار سایز خودتر میکنیم. درست است. بک‌گراند تصویر ما شما رو پاک کرد، ولی بسیار چی نیست، حساس نیست دوستان عزیز که به شکل دقیق برای ما شما چی کنه پاک کنه. خب جاگزین از این ما برای شما میگیم که ما شما به جایی که بیایم از بک‌گراند ایرسر تولز ما شما استفاده کنیم، یک مورد دیگر برای شما میگیم که مورد بسیار ساده و آسان است. این ما شما پاک میکنیم، از سر این تصویر باز میکنیم. خب میایم قبلا ما برای شما گفته بودیم توسط سلکشن ها، توسط سلکت آبجکت این تصویر خود ما شما سلکت میکنیم. سلکت میکنیم، از این دراگ اند دراپ میکنیم در هر فایلی که ما شما خواسته باشیم اون تصویر خود ما شما میکنیم استفاده. و یک راه دیگر هم به خاطر بک‌گراند حذف کردن بک‌گراند ما موجود داره، او هم کلام است. فرض مثال در قسمت بک‌گراند ایرسر تول داشتیم و همچنین ماجیک ایرسر تولز است. ماجیک ایرسر تولز ما قبلا ماجیک سلکشن تولز باش ما اینجا تشریح کرده بودیم. ماجیک است به شکل اتومات ما را کلرهای مشابه را در نظر میگیره و همون ساحه اگر سلکشن باشه باش ما سلکت میکنه، اگر ایرسر باشه او ساحه باش ما چی میکنه پاک میکنه. خب در این قسمت شما ببینید کالر این تصویر ما شما در نظر بگیریم. این ساحه که از کلیش از یک کالر و یک رنگ شده برای ما شما ساخته شده. این ساحه هم و همچنین ساحه پوستش به شکل گندم رنگ است و ساحه موی به شکل چی است سیاه رنگ و یا هم خرمایی است. ماجیک سلکشن تولز ما شما به شکل مستقیم کالرهای مشابه چی میکنه پاک میکنه. شما میبینید که این ساحه به شکل مشابه رنگ داره و اون ساحه برای ما شما چی میشه پاک میشه. کالرهایی که به شکل هم هستن مختلف برای ما شما چی میشه پاک میشه. خب از این موارد مختلف استفاده میشه. فرض مثال یعنی تصویر ما شما باز میکنیم. خب شما میبینید که این قسمت ها کاربرد بسیار خاص نداره و کار ما شما رو بسیار چی میکنه کن میکنه. خب ما بریم این تصویر از سر باز میکنیم. خب توسط سلکشن ما میریم سلکت آبجکت و تصویر خودش میکنیم سلکت میکنیم. خب اون نقاطی که انتخاب نشده و رو میریم توسط اضافه انتخاب شده و رو ما چی میکنیم دیسلیکت میکنیم. خب انتخاب خب در قسمت سلکشن باز شما دقت بکنید و ساحاتی که اضافه انتخاب شده اون رو چی کنید انتخاب نکنید. خب این تصویر خود شما میتونید به موارد مختلف چی کنید استفاده کنید. بک‌گراند ما شما ریموو کنید، میتونید از دیزاین‌های مختلف از شما چی کنید استفاده کنید. خب این از ماجیک بود و همچنان گزینه بعدی که هست از گریدینت هست. یک ما شما چطور میتونید که گریدینت ها داشته باشه و استفادهش در کدام موارد است در جلسه بعدی ان شاء الله میخوانیم. خب جلسه امروز هم در قسمت اخیرش قرار داریم و همچنان در جلسه امروز اگر سوال داشته باشید پیشنهاد نظر داشته باشید ما خدمت هستیم. ما در کل دوستان عزیز امروز از پد تولز شروع کردیم. پد تولز به خاطر چیز زده میشد که مثلا ما شما یک تصویر خود از یک جای دیگر انتقال بدهیم و یا هم تصویر خود را یک ساحه اشتباه شما بخوایم که از بین ببریم و همچنان سرخی چشم که توسط لنز کامera به وجود میاد ما چطور میتونیم از بین ببریم و همچنان مورد دیگه از قسمت برش ها به خاطر رنگ سازی و یا هم رنگ مالی ما شما میتونیم استفاده بکنیم و همچنان کالر ریپلیسمنت بود. ما شما توسط از میتونیم رنگ های اشیاء روی پروژه خود ما شما رنگش تغییر بدیم و همچنان میکسر برش تولز ما شما بود. میکسر برش تولز به خاطر چیز رو میشه به خاطر میکس و یا هم یک جاسازی دو رنگ و یا رنگ های مختلف ما شما میتونیم از استفاده بکنیم و همچنان کالم استم تولز ما شما کالم استم تولز عموما به خاطر از بین بردن لکه ها استفاده میکنیم مثل اسپوت هیلینگ تولز های خود و همچنان پترن دوستان عزیز یک نمونه های آماده شده است که توسط خود کمپانی ادوبی ساخته شده و به شکل منولی هم ما شما میتونیم بسازیم و دستورات مختلف از تصاویر خود با شما چی کنیم و استفاده بکنیم. و همچنان دو مورد دیگه هیستوری برش تولز بود. هیستوری برش تولز به خاطر چی استفاده میشه توسط هیستوری برش تولز ما شما صفحاتی که بالای تصویر خود تغییرات اگر آوردیم اگر افکت آوردیم اون توسط از ما شما میتونیم دانه به دانه چه کنیم پاک بکنیم. و همچنان بخش عمده دیگه که بود ایرسر تولز ها بود. توسط ایرسر تولز ما میتونیم که الیمنت های خود قسمت دانه رو چه کنیم بریش کنیم و یا هم محو بکنیم. و بک‌گراند ایرسر تولز بود که ما جاگزین از موارد دیگر هم برای شما پیشنهاد کردم و همچنان مسئله دیگه که بود ماجیک ایرسر تولز بود. ماجیک ایرسر تولز ما پیکسل های هم نو در نظر میگیره و اگر سلکشن بود برای ما شما سلکت و همچنان اگر ایرسر بود برای ما شما چی میکرد پاک میکرد.